چه مدل مردی دوست دارین؟ من واقعا برعکس مدلی که خودم هستم دوست دارم یه آقای خیلی متشخص و نه که خودم به شخصیتم احساس میکنم که کسی که اعتقاد داره، به خدا ایمان داره و حتی من با اینکه منو دوست داره دست منو نمیگیره یا با من نزدیکی نداره، این آدم میتونه مرد خیلی خوبی برای من باشه، شوهر خوبی باشه. مثلا بچه حزب اللهی پشت صحنمون دست نمیدن، همش فکر میکنم با اینکه الان ترکیه هستن با من دست ندادن. برام عجیب بود که چرا دست نمیدن، ولی خب از یکیشون پرسیدم که خیلی برام جالب بود. گفتم آخه چرا فکر میکنین دست دادن چیه؟ اوکی میدونیم که حجاب و یا به زن نگاه کردن و نگاه اینا گناه داره، این دست دادن چی توش هست؟ خیلی دوست دارم بدونم. گفت حالا دلیل اصلیش این میتونه باشه که خانومم ناراحت میشه، در حالی که خانومش اینجا نیست. این خیلی خوبه. فکر کنم مثلا من شاید همچین اینجوری داشته باشم وای چقدر خوب میشه. دوست دارین؟ آره حداقل نمیگم مذهبی، کاش واقعا نمیدونم شاید نمیتونم حرفمو بزنم، این که حداقل یه اعتقادی داشته باشه که من دیگه زن دارم.